تو این ویدیو میخوام یکی از ساده ترین روش ها برای استفاده از چت بات های هوش مصنوعی رو بهتون آموزش بدم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب پیسی باز. خوشحال میشم که قبل از شروع این ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید. خب دوستان، برای استفاده از چت بات های هوش مصنوعی یک سایتی هستش به اسم POE.com که واردش بشید این صفحه برای شما میاد که راحتی استفاده از این چت بات این هستش که دیگه نیاز به شماره مجازی ندارید و شما میتونید از ایمیل استفاده کنید یا اینکه از گوگل اکانت که به راحتی میتونید واردش بشید. حالا ما از گوگل اکانت استفاده میکنیم و وارد این چت بات میشیم. تو این قسمت اکانت های گوگل شما بالا میاد که هر کدوم رو خواستید انتخاب کنید و حالا مشاهده میکنید که به راحتی شما وارد این سایت شدید و میتونید از تمام چت بات های هوش مصنوعی استفاده کنید که چت باتی که خود این سایت به شما پیشنهاد میده همین چت بات اولی هستش، ولی شما از مابقی این چت بات ها میتونید استفاده کنید. دو تاشون لیمیت داره، یعنی اینکه محدود شده است. شما در روز میتونید مثلا چند تا پیام بهشون بدید، ولی در کل اونایی که لیمیت ندارن میتونید هر چقدر خواستید بهشون پیام بدید و ازشون استفاده کنید که به راحتی زبان فارسی رو هم پشتیبانی میکنن. حالا ما به این چت بات سلام میکنیم. حالا مشاهده میکنید که جواب ما رو داد. البته چون که گفتیم سلام یه مقداری با عربی قاطی کرده. الان یک سوال فارسی که ازش بپرسید به راحتی روی زبان فارسی ست میشه. خب حالا من یک سوال پرسیدم، میبینید که چون که فارسی بود به راحتی جوابش رو به فارسی به من داد و به همین راحتی شما میتونید از این سایت استفاده کنید و دیگه نیازی به شماره مجازی نداشته باشید و این یکی از ساده ترین روش‌ها برای استفاده از هوش مصنوعی هستش. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید. فعلا خدا نگهدار.